الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. از ما برادر سوال کردن که نمازی حق طهارت چگونه هست و چطور خوانده می شود و در کدام وقت، و آیا پیش از نماز را خواندن بعد از طهارت کردن آیا جسم های طهارت شده پاک کردنش جایز است؟ باید پاک کرده شود یا پاک نکرده باید نماز خونیم؟ با دست و پای تر باید نماز خونیم یا که پاک کنیم بعد نماز خونیم؟ این متن سوال بود. بارک الله فیکم. بعد از هر یک طهارت کردن نمازی نفل خواندن یا که میگوییم حق طهارت خواندن، این مستحب است. مستحب یعنی سنت است. سنت حکمش مستحب است، یعنی عملی که اگر کنید ثواب دارد، ثواب بزرگ هم دارد، اگر انسان نکند گناهگار نمی شود. که البته این سنت والله اعلم سنتی فراموش شده هم قریب که هست، برای که در اکثری مکانها و در بین مسلمان ها این عمل کم دیده می شود، خصوصا در منطقه های ما. بارک الله فیکم. اساس این سنت در حدیث آمده است که امام مسلم رحمه الله در کتابشان روایت میکنند که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله آمده است: ما من احد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. روایت مسلم، امام مسلم. این البته حدیثی است. پیامبر صلی الله علیه و آله میگن که هر کسی که وضو میگیرد و وضویش رو خوب میگیرد، وضو رو البته با سنت هایش به جا میآورد و بعد از وضو 2 رکعت نماز میخواند که این در 2 رکعت با قلبش و با تمام اعضایش به اخلاص به الله سبحانه و تعالی نماز میخواند، در این حالت بر این بنده به سبب همین نمازش، به همین حق طهارتش جنت واجب میگردد. سبحان الله. پس ببینید که به سبب نماز طهارت جنت واجب میگردد، یعنی نماز حق طهارت اگر البته خوب با اخلاص خوانده باشد. و این چنین برای جایز بودن این عبادت یا برای سنت بودن این عبادت حدیث دیگر که حدیث متفق علیه است، امام بخاری و امام مسلم روایت کردند از عثمان ابن عفان رضی الله عنه قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. البته این حدیثی باز صحیح تر است و این حدیث برای نماز خواندن بعد از وضو اصل است. البته حدیث پیش گذشته هم اصل است، این هم اصل است. در این حدیث عثمان ابن عفان رضی الله عنه میگویند که هر کسی که وضو گیرد، یعنی عثمان رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و آله میگن که پیامبر گفتند هر کسی که مثل من وضو گیرد، یعنی وضو رو از پیش خودش نیست بلکه مثل پیامبر وضو گیرد، موافق سنت پیامبر وضو گیرد، بدعت رو در وضو ترک کند، سنت وضو رو به جا آورد و بعد از این بخیزد و بعد از وضو گرفتنش راست رود 2 رکعت نماز خواند و در این نمازش به خودش هیچ فکر و خیالی را راه ندهد، یعنی در نمازش فکر و خیال و ریا و این چیزها نباشد، مخلص باشد، تمام گناهایی که پیش از این روز، پیش از این وقت کرده بود بخشیده خواهد شد. الله سبحانه و تعالی به سبب این 2 رکعت نمازش میبخشد. ببینید که چقدر بزرگ است. و این حدیث، هر دو این حدیثی 100% صحیح است. بخاری و مسلم متفق علیه روایت کردند. حدیث دوم رو، حدیث عثمان ابن عفان رو، و حدیث اول رو امام مسلم مفردات مسلم روایت کردند. پس این حدیث ها دلالت میکند که بعد از طهارت کردن، یعنی بعد از وضو گرفتن، حتما 2 رکعت نماز وجود دارد، اما حکمش مستحب است. خیلی که حافظ ابن حجر اسقلانی رحمه الله صاحب کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری میگن این حدیث ها دلالت میکند که 2 رکعت نماز خواندن بعد از وضو این
مستحب است. مستحب چیست؟ یعنی اگر خونید همین عمل رو انجام دهید ثواب بزرگی رو میگیرید و اگر انجام ندادید گناهگار نمیشوید. البته نباید رد کنید بلکه قبول میکنید اما عمل کردن نمیتوانید. و امامان بزرگ به مانند ابن حجر اسقلانی یا نووی یا دیگر از اماما شیخ الاسلام ابن تیمیه و دیگر از اماما همه میگویند که باید این نماز بعد از طهارت زود خوانده شود، مباشرتا بعد از طهارت خوانده شود. بارک الله فیکم. یعنی هر کسی که وضو گرفت و خواست که نماز حق طهارت خواند باید زود مباشرتا بعد از طهارت کردنش، بعد از وضو گرفتنش این دو رکعت حق طهارت، دو رکعت نماز نفل حق طهارت رو بخواند. و امام نووی رحمه الله میگویند که بعد از طهارت کردن، مباشرتا بعد از طهارت کردن، بعد از وضو گرفتن، دو رکعت حق طهارت خواندن، دو رکعت نماز خواندن این صحیح است و در این مسئله حدیث ها ذکر شده است. البته حدیث هایی که ما به شما ذکر کردیم این سخن رو در مجموع شرح المهذب ذکر کردن. و چون شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میگویند که ويستحب أن يصلي ركعتين عقب الوضوء ولو كان وقت النهي وقاله الشافعية. در مجموعة الفتاوى مجله پنجم ذکر کردن. شیخ الاسلام ابن تیمیه میگن که و مستحب است که بعد از طهارت کردن زود دو رکعت نماز خوانید. عقب الوضوء، عقب یعنی مباشرتا بعد از وضو دو رکعت نماز خوانید. نماز به نیت حق طهارت یا که یک نماز نفلی که به طهارت تعلق دارد نماز خوانید، گرچنده که این وقت نهی باشد. یعنی اینجا یک مسئله نو است، وقت نهی. ما حدیث عمر ابن الخطاب رضی الله عنه داریم که سه وقتی هست که در این وقت ها انسان نباید نماز خواند، وقت نهی است. در حالت برآمدن آفتاب، در حالت زوالش یعنی در نصف روزی و در حالت غروب کردن آفتاب، نشستن آفتاب، رفتن آفتاب. باید دانید که زوال آفتاب یعنی وقتش 5 دقیقه است. زوال یعنی یا که در نصف روزی می شود. این وقت زوال در نصف روزی پیش از نماز ظهر وقتش از 2 دقیقه تا 5 دقیقه، عادتا 3 دقیقه، لیکن اگر بسیار زوال شد 5 دقیقه. اما امروز که مردم زوال میگند و نیم ساعت میستن، این چنین نیست. این نفهمیدن و جاهل بودن از وقت زوال است. وقت زوال 5 دقیقه است، زیاد نیست. البته وقتی آفتاب برآمدن، وقتی آفتاب فرآمدن کمی زیادتر است. بعضی از علما به 1 ساعت یا که کمی کمتر و زیادتر وقت گذاشتن. لیکن نمازهایی هست که در این وقت حتما خونده می شود و نمازهایی هست که خونده نمی شود. علما میگن در همین وقت نهی هم نمازهای ذات الاسباب، نمازهایی که به سبب پیدا شد خونده می شود. نماز جنازه، نماز تحیه مسجد، نماز توبه، نماز شکر یا نمازی که بعد از وضو باشد. برای همین شیخ الاسلام هم میگن گرچنده که همین 3 وقتی نهی شده از نماز باشد هم شما اگر طهارت در همین وقت کنید بیایید زود 2 رکعت نماز خوانید و در این وقت هم نماز خواندن جایز است. پس تمامی علما باز این چیز رو میگن. علمای دیگر زکریا الانصاری در کتاب اصل المطالب میگن که و مندوب است و خوب است، یعنی عملی خوب است که ثواب انسان میگیرد بعد از طهارت کردنش از عقب طهارتش نماز خواند، از عقب وضوءش 2 رکعت نماز خواند، در کدام وقت نباشد، فرقی ندارد در کدام وقت نباشد. پس این در مسئله خواندن 2 رکعت نماز حق وضو بود. پس حدیث هایی که ما به شما ذکر کردیم این حدیث ها بود که دلالت میکند در همه حالت 2 رکعت نماز حق طهارت خواندن این مستحب است، یعنی سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می باشد. بارک الله فیکم. اما سؤال دیگر به وجود می آید که انسان بعد از طهارت کردنش می تواند که دست، روی و پای
اعضایی که در طهارت در وضو کردن شسته است پاک میکند. ما با زبان تاجیک میگیم با سچاق پاک کند، عرب ها میگن مندیل، یعنی سلفیتکه، ورق های خشکنی که امروز آمده است با اون دست پا را خشک کردن جایز است. اول دست پا را خشک کند بعد به نماز راست ایستد، یا که خشک نکرده ایستد هم جایز است و می شود. البته علما رحمهم الله در این مسئله بین همدیگر اختلاف کردند. اولا باید دانید که علما اتفاق میکنند که نماز حق طهارت جایز است. نماز حق طهارت به یگون اختلاف جایز است و تا این چنین اتفاق میکنند که تنشیف کردن یعنی پاک کردن جسم، اتفاق میکنند علما اتفاق میکنند که پاک کردن جسم بعد از طهارت یعنی خشک کردن جسم با سچاق با یک چیز دیگر بعد از طهارت یا بعد از غسل این حرام نیست. حرام نیست، این جایز است. یا که میگن وقتی که حرام نشد به جایز نزدیک میشد. اختلاف علما در کجا است؟ در کراهیت، آیا مکروه است یا که آیا جایز است و خوب است. اختلاف در حرام و حلال بودن نیست، برای که یگان علما بعد از طهارت دست و پا رو پاک کردن رو یا بعد از غسل دست و پا رو پاک کردن رو حرام نگفتند، بلکه اختلافی که علما در بین همدیگر میکنند این آیا خوب است، پاک کردن جایز است یا که مکروه است. مکروه یعنی حرام نیست، کنیت هم بعضی به کراهیت تمام میشه. البته در این مسئله سه قول وجود دارد. قول اول میگن که این جایز نیست، پاک کردن مکروه است، یعنی وقتی که مکروه شد جایز نیست. اگر شما بعد از طهارت یا بعد از غسل، حتی بعد از غسل میگن دست و پای خود را بدن خود را خشک کنید و بعد از این نماز خوانید، این با مکروهیت به وجود میاد، یعنی در طهارت شما در غسل شما اکراه است، یعنی مشکلی کم بودی وجود دارد. و مذهب دوم میگن که در غسل نه، فقط در طهارت، یعنی تقسیم میکنند. در غسل وقتی که انسان غسل میکند دوش میکند بعد از این پاک کردن بدن میگن جایز است، هیچ مشکلی ندارد. اما بعد از طهارت پاک کردن بدن یعنی پاک کردن دست و روی پای اعضای طهارت شده و وضو شده در این حالت چی است؟ مکروه است. این قول دوم قول ابن عباس است. این تفریق را ابن عباس، این فرق را ابن عباس ذکر کردند. و مذهب سوم میگن که هیچ باکی ندارد، هم در غسل و هم در وضو شما می توانید که دست و اعضای وضو شده خود را یا اعضای غسل شده خود را پاک کنید و بعد از این نماز خوانید. البته قول اول این قول از البته صحابه ذکر شده است. عبدالله ابن والله اعلم عبدالله ابن جابر، در حقیقت عبدالله ابن جابر و این چنین البته جابر ابن عبدالله رضی الله عنه، صحابه جابر ابن عبدالله و عبدالرحمن ابن ابي ليلى، اینو صحابگان از تابعین. سعید ابن المسیب داماد عبدالرحمن داماد ابو هریره و امام نخعی استاد امام ابو حنیفه و مجاهد شاگرد محدث و تفسیر قرآن شاگرد ابن عباس و ابی العالیه، اینها میگویند که بعد از وضو کردن و بعد از غسل کردن پاک کردن مکروه است. انا من علما میگن که مکروه است. از صحابگان جابر ابن عبدالله و عبدالرحمن ابن ابي ليلى و از تابعین سعید ابن المسیب و از علما نخعی مجاهد ابی العالیه و غیره. ابن عباس میگن که مکروه فقط در وضو است، پاک کردن اعضا در وضو مکروه است، خشک کردنش مکروه در فقط در وضو است، نه در غسل. فرق میگذارند. قول سوم قول دیگر از صحابگان است که ابن منذر در کتاب اوسط ذکر میکنند که بعضی از علمای دیگر از صحابگان شروع میشد پاک کردن اعضا را بعد از وضو یا بعد از غسل مباح دانستند. مباح چیز عادی است. بمانند این صحابگان عثمان ابن عفان رضی الله عنه و حسن ابن علی و انس ابن مالک و البته از عبدالله ابن مسعود هم روایت شده است. و این چنین بشیر ابن ابی مسعود، حسن بصری از تابعین و ابن سیرین و علقمه و اسود و مسروق و ضحاک و ثوری و مالک و مذهب ابو حنیفه و شاگردانشون
و احمد امام احمد ابن حنبل و اسحاق ابن راهوی استاد امام بخاری. همه این علما میگویند که خیلی که ابن منذر در کتاب اوسط خود ذکر میکنند، این علما و صحابگان میگویند که بعد از وضو یعنی بعد از طهارت و بعد از غسل هم پاک کردن جسم و خشک کردنش با چیزی خوب و پاک این جایز است، مباح است. مباح یعنی کنید هم مشکلی ندارد، نکنید هم مشکلی ندارد. البته کسانی که این عمل را مکروه میگویند دلیلشون چیست؟ یعنی مذهب جابر ابن عبدالله و عبدالرحمن ابن ابی لیلا یا مذهب ابن عباس در وضو پاک کردن و خشک کردن را که مکروه میگن، دلیلشون چیست؟ دلیلشون حدیثی است که در امام بخاری ذکر شده است. امام بخاری یک حدیث را از زن پیامبر صلی الله علیه و میمونه ذکر میکنه. میمونه رضی الله عنها وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم طهارت یا وضو میگرفتند به نزدشان یک مندیل را بردند. یعنی وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم وضو میگرفتند، میمونه رضی الله عنها به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم مندیل بردند. مندیل به مانند امروزه ورقها و کاغذهایی که بدن رو خوش میکنیم، باز به زبان روسی به شما معروف تر است سلفیتکه، این رو به زبان عربی مندیل میگن. مندیل رو بردن تا که پیامبر صلی الله علیه و سلم اعضای طهارت کردهشون رو، دست و رویشون رو خشک کنند. پیامبر صلی الله علیه و سلم رد کردند، قبول نکردند و دست و پایشون رو خشک نکرده رفتند و به نماز ایستادند. این حدیث دلیل کسانی که میگویند بعد از طهارت نباید انسان دست و پایش رو پاک کند و بعد از غسل یگون حدیث نآمده است، بلکه به همین حدیث غسل رو قیاس میکنند که البته قیاس در این باب نمیشه وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم نکرد. اما کسانی که میگویند که مباح است، هیچ باکی ندارد، دست و پا رو خشک کردن پاک کردن باکی ندارد، میگن که معنای حدیثی که از میمونه ذکر شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم دست و پا رو پاک نکردن، این برای مکروه بودن دلالت نمی کند، بلکه برای اولا دلالت میکند. بهترش و خوبش انسان دست و پا رو بعد از وضو و بعد از طهارت پاک نکرده باید نماز رو خواند. این خوب است، ثواب زیادتر دارد، خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم عملا اجرا کرد. اما دست و پا رو پاک کردن مکروه نیست. از این حدیث معنای مکروهی گرفته نمیشد، بلکه معنای خوب و افضلیت و اولویت گرفته میشد. یعنی خوبش، افضلش، اولویتش این که دست و پا رو پاک نکرده نماز خونید. اما در جایی که ضرور است که دست و پا رو پاک کنید، اگر پاک نکنید ضرر میبینید، کسل میشوید، مریض میشوید، خصوصا در مکانهایی که انسان احتیاج برای خشک کردن بدنش هست، در بیرون یا که در جایهایی که مکانی سرد است و خنک است که انسان به سبب پاک نکردن به کسلی ها گرفتار میشد، در این حالت پاک کردن یک امری ضروری است، یک امری حاجت است، برای که این به حفظ نفس به ضروریات خمس تعلق دارد. پس بارک الله فیکم، این بود مسئله نماز حق طهارت و بعد از حق طهارت چگونه انسان، یعنی بعد از طهارت چگونه انسان خودش را خوش میکرد یا نمیکند صحبت کرد. مختصری سخن همین است که نماز حق طهارت بعد از وضو باید مباشرتاً زود خونده شود. یعنی وقتی که طهارت کردید زود بیاید به سوی قبله ایستید، در جای پاک 2 رکعت نماز حق طهارت خونید. و البته نیتش همین نیت حق طهارت است، اما به قلب است، نیت نفل است. نیت ما همیشه میگیم که با دهان بدعت است، با زبان نیت کردن بدعت است، از رسول الله صحابگان هیچ واردی نشده است. پس اما اگر شما طهارت کردید و بعد از طهارت یک وقتی زیادتری گذشت، 20 دقیقه یا که یک 20-25 دقیقه گذشت که شما حق طهارت رو نخوندید، بعد از این حق طهارت وقتش می رود. یعنی وقتی نماز طهارت، وقتی نماز حق طهارت کدام وقت است؟ بعد از طهارت مباشرتا، زود، فوراً باید زود بیاید نماز خوانید. اما وقتی که یک وقتی معین از بین شما گذشت، بعد از طهارت نماز نخوندید، 20 دقیقه این چنین وقتا گذشت، وقتی یک نماز فرضی خوندن گذشت، در این حالت چی میکنید؟ دیگه حق طهارت در این طهارتی کردهتون وقتش برفته است و در دیگر طهارت میتوانید که شما نماز خوانید. یعنی در هر یک طهارت شما میتوانید که نماز حق طهارت خوانید. بارک الله فیکم. اما مسئله پاک کردن یا نکردن مختصرش این است که پاک کردن جایز است، مباح است، باکی ندارد. اما اگر
شما در عربستان سعودی باشید، در مدینه منوره باشید، در مکه مکرمه که هواها گرم است، یا در یک منطقه گرمی باشید یا در فصل تابستان باشید، طهارت کنید و توانید که پاک نکرده نماز خانه بخونید، نخورید، مریض نشوید. در این حالت پاک نکردن افضل است، چخیلی که باز دیگر حدیث ها به این دلالت میکند که پیامبر صلی الله علیه و آله میگند قطره، هر یک قطره که از جسم شما میریزد از آب طهارت گناه های شما را با خود میبرد. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.